سلام دوستای عزیز، با یه آموزش دیگه در خدمت شما هستیم. بریم ببینیم استاد شکیب چیکار میکنه. چیکار میکنه استاد؟ این کش مال چیه الان؟ این واسه این الان زیرپوش زنونه است؟ آره دخترون. کشش چه سایزیه؟ 12. کش 12 باید حتما باشه. کش مردونه چی؟ کش مردونا باید سایز 16 باشه. 16 باید باشه حتما. بعد چند نخه؟ 3 نخ. 3 نخ. حتما از 3 نخ باید استفاده شه. خب نخا هم حتما شل باشه. نخا باید شل باشه. دیگه چی؟ همین؟ دیگه آموزش چیز دیگه نداره با اون برید که آموزش دیگه باید دستتون فرز باشه. خب کار خوب در بیاد. بسیار خوب. کارو ندید زیر تیغ. این اضافه ها چیه میرن زیر تیغ؟ اینا دیگه آتش حالاش. آها این ببین صاف میشه. درست. نمونه کارش هم اونجاست. کدوم قسمت پشت کیسه؟ زیر میان دوز. زیر میان آره، دوز. ببین چی در اومد. اینم نمونه کارامونه. بذار قشنگ رو میز صافش کن. یه لحظه. این بچگونه است، درسته؟